بسم الله الرحمن الرحیم. اتمام بازسازی پروژه تهران پارس. همینطور که مشاهده می‌فرمایید در این واحد بر اساس نظر کارفرما و طراحی گروه تخصصی طراحی و بازسازی ساختمان پارسه از تم روشن استفاده کردیم. سبک کار اینجا مدرنه. البته متراژ واحد 85 متر. تو این فضا تونستیم تا اونجایی که میشه از فضاهای پرت و تکراری خودداری کنیم، حذف بشه و بیشترین استفاده از فضا بشه. سرامیکا به صورت یک پارچه از سرامیکای گرانیتی و رنگ روشن استفاده کردیم. دیوارها همه کاغذ دیواری شد. کناف به صورت یک پارچه و دور باکس اجرا شده. همینطوری که مشاهده میکنید فضا به علت اینکه کف سرامیک رکتی انعکاس نور داره، از بالا نور به کف تابیده میشه، از کف به دیوارها انعکاس پیدا میکنه و این باعث میشه که فضا بزرگتر نشون داده بشه. در جاهایی که ارتفاع سقف بالاتر از 3 متر باشه، برای گرم کردن محیط ما دیگه از سرامیک استفاده نمی کنیم. لامینت و پارکت رو پیشنهاد میکنیم، ولی در واحدهای زیر 250 متر معمولاً کاری میکنیم که فضا بزرگتر به چشم بیاد. آشپزخونه سبک کابینت های مدرن اجرا شده. از گاز مبله استفاده میکنن. همینطوری که مشاهده میکنید جای ظرفشویی و ماشین لباسشویی تعبیه شده. کانتر وسط که برای صبحانه خوری هم میشه استفاده کرد. پنجره ها به صورت 2 جداره اجرا شده. هود، تامین گاز و جابجایی جا گاز. در به این ورم ریلی کردیم که از نهایت فضا استفاده بشه. ببینید حدود 90% عایق صوتی و حرارتی اینجا به وجود اومده. آسمان مجازی رو داریم توی آشپزخونه. از بین کابینت‌های بسیار زیبا بهره بردیم. البته چون قسمتی از اساس خونه اینجا بود و امکان تخلیه کامل نبود، از یک اتاق به عنوان انبار استفاده کردیم و قسمت‌های دیگر رو بازسازی کردیم. بازسازی سرویس حمامو داریم. روشویی PVC طرح چوب. سرویس ایرانی. و نهایتاً اتاق خواب. کمد دیواری‌ها به صورت ریلی شده که نهایت استفاده از فضا بشه و برای باز شدنش ما مجبور نباشیم که فاصله‌ای رو برای وارد شدن و قرار گرفتن لباس‌ها از دست بدیم. آینه این کار توسط گروه تخصصی طراحی و بازسازی ساختمان پارسه ظرف مدت کمتر از 1 ماه به اتمام رسید. منتظر تماس شما هستیم.
www.bazsazi.ir. در گوگل میتونید ما رو پیدا کنید. بازسازی ساختمان پارسه 0912 197 7040.